درود درهبات उम्मीद که بتمام باته और هرچی شبات که یک ویدیوی گره اور مواتم نزن و موضوع چیه منتوار اندله اور براتن گناه نای منتوار استاد سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دوستان هیپ هاپ که از هر نقطه دنیا ما رو دارم میبینید. اینجا استودیو سرک رکورد است و چنل حسین افت عزیز آمدم که یک ویدیوی داشته باشیم همراهشان و در خدمتیم. سلام دوستا، امیدوارم که هر جایی هستید خوش و خرم و سلامت باشید. من راول هستم، یکی از اعضای لیبل سرک که در رپ دری و رپ افغانستان فعالیت میکنم و خوشحال هستم که امروز در ویدیوی حسین هستم و در خدمت این دو بزرگوار. یک نقطه ببخشید، من خودم باید میگفتم و نگفتم تو گفتی. من مصطفی میری هستم، یکی از اعضای لیبل سرک که در رپ دری و رپ افغانستان فعالیت میکنیم و در خدمت حسین و راول هستم فعلا. شکر ممنون که امشب همراهی میکنید و هاو هستیم. خب دوستا برید یک اینترو ببینید برگردید تا با هم دیگه ویدیو سابسکرایب، کامنت، لایک، زنگوله از همه مهمتره، یادتون نره. خب دوستان امروز یک سری موضوعاتی آماده کردیم، یک سری سوالاتی آماده کردیم برای یکی از خود حسین بیشتر و از مصطفی حتی پرسان کنیم. من بیشتر نقش گرداننده دارم و یا نظرات شخصی خودم اگر نظری داشتم میگم. و یکی از سوالات اولی که میخواستم شروع کنم یا یک شروع آرامی داشته باشیم این بود که مصطفی خودت چون در رپ دری فعالیت منی و حسین در رپ بلوچی فعالیت مونه، چی شد که با هم دیگه آشنا شدیدی؟ قضیه آشنا شدن و او حس اشتراکات که با هم داشتید بتونید یک کمی توضیح. من خودم دیده که اکسپلور زیاد میگردم یوتیوب، اینستاگرام اینجا و یک چیز دیدم، یک تیکه در اکسپلور اینستاگرام دیدم از موزیک ویدیوی گانا، خیلی خوشم آمد، از فضا و از استایل و اجرا و اینا خیلی خوشم آمد و رفتم سرچ کردم. دو سه روز بعد موفق شدم که موزیک ویدیوی گانا رو پیدا کنم در یوتیوب و خیلی مثلا حال کردم، تا استوری هم کردم، تا در بچه‌ام رای کردم، در بچه‌ها اندوالو خود فرستادم. لا 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 گانا کوکا گانا گانا همین گانا 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 همین حالا دارا دارا لا 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 گانا کوکا گانا گانا همین گانا 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 همین حالا دارا دارا نا 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 هیچ من تا لا 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 بس منانو گانا گانا که ببینن و لذت ببرن، ببینن از استایل مثلا بومی ما، از پرستیژ مثلا ملی ما، بومی ما میشه چیز فدای خفنی برد، از لباس پوشیدن و از سبک لباس پوشیدن و مثلا از همه چیز، خصوصا از استایل خود حسین خیلی خوشم آمد، از تعداد نفراتی که پر بود در ویدیو خیلی خوشم آمد و علاقه‌مند شدم. دقیقاً چیزی که پرسیدم همین بود که اشتراکاتی که بود قطعاً باعث جذب شده و خودم اونجا مثلا خیلی حس مثلا دوست داشتم یک همچین حرکتی بزنم، در این مایه ها حرکتایی بزنم که از چی میگن او شاخص‌ها و معیارهای بومی و که بر خودت هست ملی میهنی. بعد امی انگیزه در ذهنم در وجودم بود تا اینکه مثلا بر حسب اتفاق با میلاد آشنا شدم. یعنی میلاد ما زنگ زد پیام بازی کردن، با میلاد امو ماتریس ریاکشن با اون بند آشنا شدم و او با حسین آشنا بود که حسین هم یک مصاحبه داشتم روی میلاد. بعد خیلی تعریف کرد از حسین که بسیار مثلا خاکی و لوتی و مثلا و دیدم واقعا او حرفای میلاد ما تصویر واقعیت دیدم واقعا و دمت گرم که اینجا مثل شرفی قربان دله ها اصلا چیزی نیست. میدونی استاد همه میتونیم بد باشیم، رفتار بد داشته باشیم یا غیر، ولی خب خوب بودن حقیقتا یکم سنگینه، مخصوصا توی مملکتی که ما داریم زندگی میکنیم میبینم هر روز. امیدوارم با هم خوب باشه. همچنین. سوال بعدی یا موضوع بعدی که می‌خواستیم در موردش صحبت کنیم و بیشتر خود حسین می‌خواست صحبت کنه و ما تو هم قطعا کنجکاویای داشتیم درباره موزیک ویدیو گانا بود. خب یعنی یک توضیح در مورد خود ساخت گانا، موزیک گانا یا موزیک گانا که اما چجوری ساخته شد و او تعداد افرادی که اونجا جمع شده بود و تفکر پشت و کار چه رقم بود. حسین پیچیده شد استاد. دل تباه نراهه یا بده بهانو بیگاهه مقصد باره کجاهه یا آهه. اولین بار که همچین سوالی از حسین شد جوابش این بود که
ما بلوچی، ما هیچ وقت برنامه از قبل نداریم، با کلم بریم تو کار. یعنی حقیقتا آره همین بود. اتفاقا بنده خدا که ویدیو گرفت واسه این ویدیو هم اینطوری بود. یه اولین بار بود اونم تو زایدان زندگی میکرد ولی تا حالا نیومده بود شیرآباد. یهو رفتیم شیرآباد، چند نفرم از قبل پیام داده بودم که گفتم من میام. اتفاقا رفتیم اونا رو دیدیم، اونا رو بردیم تو محله نشستیم و اون ویدیو رو گرفتیم. ولی خب یه جوری یکی دیگه اون چون بچه‌ها میشناختن دیگه منو از قبل اومدن و جمع شدن و خیلی تعداد هوای شده. همون نفری که در موزیک ویدیوی گانا بسیار کامای سنگین از چیلم میگیره او کیه داداش؟ فکر کنم ماما خلیله. کام میگیره کام. چیزه اون جمشید. یکی جمشیده یکی ماما خلیل. نوش جانشان خلاص. ماما همون دایی میگید شما درسته؟ نه دایی نه، ماما باز یک آدمای مناظر به فردیان، باز این خودش یه برنامه است. درست است، چون در افغانستان در یک بخشایش ماما دایی میشه. کل افغانستان ماما دایی میشه. نه خب یک سر جهات دیگه چیزا هم سلام. و حسین یک چیزی که در مورد موزیک ویدیو گانا مثل که با مو کارگردانش یک سری مشکلاتی با کارگردانی که ویدیوهای کارهای طبیعی میزد یک سری مشکلات پیش آمده بود و میخواستم بپرسم اون مشکلات سر چی بود یا ای که باش دیگه همکاری نکردی؟ حقیقتا من که با کسی مشکل ندارم، مشکل میداشتم حلش میکردم. اونا با من مشکل دارن انگاری ولی خب نمیخوان حلش بکنن و خیلی هم آدمای بیان استاد چه بگم نمیدونم، ولی خب من با کسی مشکل ندارم در کل. خب. اونا فکر میکنن با من یعنی مشکل دارم. مشکلشون هم اینه که تاش یکی دو دانه استوری بذاری بابا من تو زایدانم شما هم تو زایدانین بسم الله. یعنی قطع همکاری از طرف اونا بود کلا؟ نه من از طرف خودت بود؟ گفتم دیگه با تو کار نمیکنم. آها درسته، ولی اونا یک چند تا استوری بازی و کارا کردن؟ آره دیگه میگم بچه مجازی. خب حسین موضوع بعدی که من یادداشت کردم اینجا، تو یک همکاری داشتی با یک از بچه‌ها که فارسی میخونه، میلاد هانیبال درست است؟ کردی میخونه ببخشید. موزیک ویدیو نامش چی بود؟ سرسخت. یک صحبت راجع به همکاریت با میلاد چقدر آشنا شدید، همکاری کردید و Ragazzacciun bagas Tabuin bagas Aburi bagas balam Bemanalen man duine nas Salabo baluchi man duine nas Bemanalen man duine nas Salabo kurdi man duine nas Daman ba arzabuin ba taqiyarmati dari khoman Hafsana wa qanuni bakhas خب میلاد از خانوادگی شناختم، بعد که آشنا شدم که بیشتر فهمیدم مثل خودم هیچ فرقی نمیبینم بینش، مثل استاد. فدای داداش خیلی عالی و ما مشتاق شدم با میلاد آشنا شدم. اتفاقا اگر افتخار داد یک آشنایی داشته باشیم و مثل خودمونه دیگه، چیزی نیست که فرق داشته باشه مثل اون بچه‌ای که میبینی بیشتر فکر میکنن شخصیتیان یا یه احساسی دارن. یه کار دلیه، چون همه چیز از وطن میاد، از دردایی که تو وجودت داره میاد. اما میلاد اگه ما رو میبینی یادت نره یک پیام بتید ما یک ارتباطی بگیریم. خب برسیم به همکاری که بعد او انجام شد، همکاری با مصطفی. قربان دل عشق. خودت همکاری کمی داشتی و قدر زیاد نبوده، بیشتر خودت تنها بودی. چی شد که حالا با مصطفی همکاری کردید و آشنا شدید؟ از طرف تو چی جو بسایید؟ همونی میگم تو اون ویدیو هم گفتم، بیشترین بحث این بود که برای خودم، یعنی بیشتر موضوع اینه که خیلی وقت میخوام یه کاری داشته باشم بچه افغانستان ولی نشده تا چند بارم تلاش کردیم ولی دیدیم به جایی نمیرسه، بیخیالش شدم. حتی این شد که جریان حکمتش چی بوده که باید با ما همکاری می‌کرد داشت، نه که هر چیزی که قرار اتفاق میفته است. بله قبول دارم واقعا. جزءمون است. موزیکایی که با هم دارید میسازید چه ژانری داره؟ چه دو تایش گنگ داداش، گنگ دلی گنگ، نه که مثلا خود بریم علاقه دا باشیم، خود یک سری چیزایی رو میگیم که خودش همزمان فکته و همون هم که فکته همزمان مثلا میبینی که در کل گپا در عمل هم هست، نه تنها مثلا. بعد حالا اینا که خیلی هم درست است، شاید حسین حالا مثلا ورسایی که تو مینویسی را تا حدودی بگیره چون فارسی است و حسین فارسی بلده و صحبت مونه. خب خودت برای اولین بار وقتی داشتی با یک نفر که یک زبان دیگه کلا کار مونه، یعنی یکی بخوای هماهنگ شوی توی ترک، یکی بخواید با هم دیگه سر موضوعات سر گپایی که میزنید
چرا خم بود؟ مثلا سخت بود یا آسان بود؟ برای خود من، برای خود شخص خود من مثلا خودم دمین شاهد بودی که مثلا رساندن اصل منظور و دریافت اصل منظور فقط کمک سخت میکرد دیگه. هدف یکی بود و مثلا دل کار خیلی مشکلات جزئی هم که در راه پیش میاد اصلا اهمیت نداره، فقط اصل مقصد و اصل مثلا خروجی مهمه برای ما و هرچی مشکل باشه از پسش برمیایمش گپی نیست. اما خب گفتم که اصل مشکل در کجا بود؟ در دریافت اصل منظور و رساندن اصل منظور. اتفاقا خیلی دوست داشتم موضوع یه دونه ببندیم در مورد مکانایی که مثلا در اصل اهل اون جاییم بگیم. آفرین، میبندیم آقا میبندیم. ولی خب نشده خیر فعلا که راجع به تعداد کارا احتمالاً 3 تا کار داشته باشیم آماره حسین، احتمالش هست 3 تا کار 3 تا همکار داشته باشیم. به سیستم بلوچیه برای من، مثلا برنامه ریزی ندارم رو چیزی تایش باز میذارم نامحدود. بلوچی سیستم همینه دیگه، هر چی پیش میاد و خلاص شد. درست است. خب پس تا امروز که کارا جمع کردید هنوز ویدیوها ضبط نشده. خب در ویدیو ذهنیت دارید که بچه‌ها بخواید چیز کنید او اشتراکات فرهنگی را، یعنی این ویدیوها را هم طبق مثلا نمی کارا با سیستم بلوچی پیش مریم. یعنی هرچی پیش آمد اونجا اوکیه. خب دوستان نمیفهم که 2 تا ویدئویی که گرفتیم چند روز پیش هم اینجوری بود، هیچ برنامه‌ای نداشتیم، رفتیم گرفتیم اومدم. اتفاقا این هم مرخ میشه، این ویدیو هم مرخ میشه اتفاقا. درست است. خب دوستان امیدوارم که اگر این موزیک پخش شده تا وقتی که این ویدیو پخش میشه شنیده باشید، موزیکا و همکاری‌های مصطفی و حسین لذت برده باشید. اگر هنوز موزیکا پخش نشده امیدوارم مشتاقانه منتظر باشید تا بشنوید، چرا که تا جایی که ما شنیدیم همکاری‌ها از این دو بزرگ واقعا همکاری‌های خفنی بوده. حسین یک کمک مسئله رو به سمت خودت بیشتر ببریم که ما و مصطفی یک کمک در این باره کنجکاو هم هستیم، اطلاعات کمتره درباره خود رپ بلوچی. همینجا نشسته. حسین جان بجز خودت رپرای دیگه هست اصلا؟ قبل منم بوده. یعنی قبل تو هم بوده؟ قبل منم بوده. چجوری توضیح بدم؟ یعنی ادبیاتشون یا نوشتنشون کلا فرق داره با من، کلا یک دنیا فرق داره. اتفاقا هستن یا بودن هنوزم فعالیت خیلی خوب، خیلی عالی. بزرگترین مشکلی که خودم بالا گفتم که نمیشه همچین چیزی رو پیش ببریم، نمیتونیم تو دنیا یا جای دیگه یه حرفی بزنیم، اینه که شما یا میایین از یه خواننده کپی میکنن یا یه خواننده‌ای که توی باشه، خب اینطوری داری جبهه میگیری میری به اون سمت، خودت هیچ نیستی. اون اصالته؟ نه اصالت نیست جریان. ببین وقتی توی یه زبانی یه چیزی برای اولین بار میاد، مثل رپ فارسی که چرا به سروش میگن پدر رپ فارسی، چون رپ فارسی داشت میخوام نه استاد قبل اونم میخوندن. آره قبل از اون بودن میشناس میگن درست. خب اومد و یه چیز جدید معرفی کرد، یه استایل جدید، یه خوندن جدید، یه فلو جدید با یه سبک موزیک جدید ترکیبی. خب حسین جان در ادامه رپرایی هست که بتانی نام بگیری توی رپ بلوچی؟ خیلی زیادن و این ترکش تواره اوابیه و زیاد. شهردگان رو کنه یه گالت که شما آیانی دیم پرشت ورد وعده هر جت پاکی ما نام گال کنه اگه مورم ببین پیل صاحبن منش کله یه داد سلوفم بر بلدیه رستم یه بابت بتا گندگم حترانی دیما بگکنه بگو منی چاک پناوتی نیوا انچه مردم نیستی که کاسه ده بروکا دوست گوشی شنکو اچ مگو چوب اکا گپ مگنگار. خیلی عمالی. ترک های هیت رپ بلوچی چند تا ترک که خودت خیلی دیادت مانده بخوای نام ببری که اتفاقا گانا واقعا هیت بود. گانا که مگا هیت حساب میشه. اصلا خودم همون جوریه که گوش میدم نمیدونم، یعنی با اصلا متوجه نیستم که اون رو من خوندم. این یارو کیه؟ آره مثل همینه، اون من نیستم، چون اون یه شخصیت دیگه است. اصلا در حالت عادی من اصلا اون شکلی نیستم. اگه بخوام کلهم اون شخصیت باشم اصلا نمیتونم به نظرم تعاملات داشته باشم، حرفی بزنم، یک کاری انجام بدم، چون او یک شخصیت سرکش و مثلا یک دنده که میبینید درو اون گپ خود در کرسی میشنم. اون حقیقتا خیلی عوضیه. همونیه که اونجا داره میگه
یعنی اصلا هیچ فرقی نمیکنه. انگار واقعا راجع به شخصیت اون خیلی عوضی. نه خب باید واقعا باش آشنا بشی. میدونی تو الان با حسینی، با حسین همش میگم حسینم، اصلا در اصل اون شخصیت نمیگه من حسینم، به هیچ وجه نمیگه، قبولش نداره حسینم. جان تجربه حسین، خلاصه خیلی خوشحالم که همچین رپری را در دنیای رپ میبینیم. واقعا کوچیک زدم استاد، آخه موسیقی احساسات یا چیز دیگری نیست به نظر من. اشتراک احساسات رسما دیگه به یک من از یه جای بر میدارم، از ملتم، از مردم همون احساسات رو بر میدارم، یا گاهان احساسات خودم. خب منم جزئی از همون مردمم دیگه. تو دقیقا یک دریافتی داری که او را انتقال میدی. خب حسین جان، یک سوال دیگه ای که برای من خیلی جالب بود، تو خود در ترکت گفتی که شما گنگید ما بلوچ. هاو شره شما گنگه ما بلوچه در گپه ها بگوچه همین مروچی ما کایم ترا بدوچه. خب ای که دیگرها گنگن ولی تو بلوچی، این یک توضیح بده که چرا تو بلوچی بقیه گنگن. یعنی در نظر از ما که خود بلوچی و گنگ بودن ما بلوچیم یک چیزی فراتر از گنگ بودن نه. دقیقا یعنی مثل اینه که تو به یه تفنگ مثلا ایکی چه لبته یه اسم دیگه بذاری. دقیقا، ولی خوب کاراییش همون کارایی، کاربرد همون کاربرده، فقط اسمش فرق داره. دقیقا. این برای من خیلی جالب بود. یک سوال دیگه ای که یک موضوع دیگه ای که حسین می‌خواستیم راجع بهش صحبت کنیم درباره شنونده های رپ بلوچی بود، چون بلوچی فقط کسایی که به زبان بلوچی گپ میزنن فقط خود ایران نیست، درسته؟ یعنی یک چیز فراتر از مرز که شاید در پاکستان و افغانستان هم تعداد زیادی به زبان بلوچی واقعا بیشتر بلوچا توی پاکستانم. خب این الان شنونده کارهای خودت یا کلا رپ بلوچی به کجا تعلق داره بیشتر؟ یعنی در پاکستان، در افغانستان، در ایران؟ خب هر سه قطعا هست، ولی خب تهش هم مثلا من ایرانی هم اینجا هم استاد این کشوره، مثل اینه که بگی همون رپ فارس استاد ایرانیه. بعدیش اینه که تو مملکت خودت اجنبی. اصل دردم میگه که این یکم سخت‌ترین قسمتش همین بوده که همیشه رپ بلوچی کار کردم، اینه که بگم بابا من همینم، من رو همین بپذیرین، منم جزئی از اینم. و اینکه همش منو با این لباس ببینن بگن اجنبی، برای من سنگینه. خب این حس است رو ما خودم تجربه کردم. خب ما در ایران کلم بزرگ شدم، متولد افغانستان، ما بزرگ شده ایرانم. بعد از اولش 14-15 سال پیش بود که ما از یونان دیپورت شدم. 2 ماه وارد مملکت خود بودم. بعد اونجا ما طرز پوشش من بود که از الان، اما هموطنان خودم چپ چپ سعی می‌کردن. مثلا یک لقبم سر زین نفرا میمونن، میگن زوارک. زوار کسی رو میگه که زیارت مشهد رفته باشه و آماده باشه. دوام میگفتن زوارک، یعنی هر چیزی کوچیک بخوای قلم داد کنی، مثلا این لیوان کوچیک میگیم لیوانک، یا مثلا همه چی ما رو میخواستن کوچیک قلم داد کنن میگفتن زوارک. و در مملکت خود ما احساس غربت داشتم شدیداً واقعا. و حقیقتا از این بدترش دیگه فکر نکنم وجود داشته باشه. اینه که تو بیگانه همه جایی، از اینجا رانده و از اونجا مانده. دقیقاً اسم ما بودک. خب حسین جان، خودت اگر گفتنی چیز دارید در پایان ویدیو خودت؟ حالا امیدوارم کارا جوری پیش بره، جوری کار بشه که دیگه همچین چیزی مشکلی نباشه که اینجا بهت این چیزو بگن یا تو بخوای بری تو مملکت خودت همچین چیزی رو بشنوی. بعد این مرزا رو بین ما جاساز کردن، زیاد جدی نگیریم. دل و انسانیت و موجودیت انسان. خودت هم الان جای دیگری هستی، خب منم بودم یک کشور دیگه‌ای و این که اونجا هم همینی. این یکم یعنی هر جای بری باز وضعیت امضی است. باز یک بهترین کشور اروپایی هم تو بخوای اقامت داشته باشی بازم یک مهاجر اونجا، یعنی مال خودت نیه. هیچ جای مملکت خود آدم نمیشه مگر اینکه تاش همینو دیگه میگم. همه ایستادم دارم کار میکنم یا برنمیگردم، پشیمون نمیشم یا خیلی چیزای دیگه بیخیالش نمیشم. همینه که بتونم کاری کرده باشم، البته به نوبه خودم، به اندازه خودم. 100% همینطور بوده. خب دوستا، این بود از گپایی که امروز در این ویدیو زده شد. گپ خیلی زیاده حقیقتا. باز پارت اول و قسمت اول ویدیو در چنل حسین استک انشالله اگه خدا قسمت بود، نزدیک بود، زندگی بود، بازم پارت های بعدی هم میگیریم با هم دیگه. حالا از راه نزدیک نشد، از راه دور. صحبت ها زیاد بود، موضوعات گسترده بود، موضوعات
این طرف و طرف بود و زیاد یک پارچه نبود. انشالله در قسمت های بعدی شاید خود حسین در چنلش ویدیوهای خیلی بیشتر بمونه و در مورد خیلی چیزای بیشتری صحبت کنه از رپ بلوچی و از کار خودش. پس حتما سابسکرایب و لایک و کامنت و این چیزایتان نره، حمایت کنید از چنل خود حسین، چرا که یک بشر بسیار بزرگه و واقعا آدم بزرگیه و آرتیست خیلی خفنیه. ایره من به عنوان یک کسی که در یک عرصه دیگه فعالیت کردم و باهاش آشنایی پیدا کردم میگم امیدوارم که هر جای هستید جور و صحتمند باشید. از طرف من سابسکرایب، لایک، کامنت، زنگوله است مهمتریاتشون نره. خدا نگهدارم اگی گوشی دل گوشی نن دل گوشی درا هنگا بل هاو خدا نگهدار.